إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على خداوند علم را از میان مردم با یک بارگی از بین نمیبرد، بلکه علم را به سبب از بین بردن علما و دانشمندان دین از میان میبرد. حتی اذا لم یبق عالما، حتی زمان فرا رسید که یک عالم و دانشمند در میان مردم باقی نماند، خداوند هم عالمان و دانشمندها را پی هم از میان بردن گرفت، چنانه که چند سال می شود در این سرزمین ما پیشواها یک نفسی دیگری رفته ایستادند. وقتی که خداوند عالمها را از میان برد و عالمی را در این حیات در این روی زمین باقی نگذاشت، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مردم پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. عزیزان اهل اسلام، امروز ما و شما میبینیم یکی از پیشواهای بزرگ ما، یکی از عالمهایی که وصف او را بزرگان خودشان میدانند، عزیزان اهل اسلام، هم عالم ربانی، هم مرشد، هم حافظ کلام الله، تمام دارای صفتهای خوب امروز از میان ما رفت. وقتی که چنین انسانها در میان مردم باقی نماند، خداوند عالمی را باقی نگذاشت، مردم دیگر پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. فسئلوا فافتوا بغیر علم، پس هنگامی که اون اشخاص جاهل و نادان، اون انسانهایی که عالم و دانشمند نیستند، از علم شریعت بهره ندارند، اما همچون پیشوا قرار گرفتند، وقتی که اونها را پرسیده می شود فسئلوا فافتوا بغیر علم، اون اشخاص نادان بدون علم و آگاهی به مردم فتوا صادر میکنند. فضلوا و اضلوا، پس اونها خود گمراه، در نتیجه دیگران را هم گمراه میکنند. از این رو عزیزان اهل اسلام، وجود علما را غنیمت دانید. پیش از آنه که علما و دانشمندان دین از میان ما و شما روند، احترام اونها را به جا بیاریم، از علم اونها استفاده کنیم، در نزد اونها زانوی ادب زنیم، تعلیم علم گیریم و احکام شریعت از اونها پرسیم، حلال و حرام از اونها فهمیم. چون که از میان که رفتن دیگر پشیمان میشیم، دیگر پشیمانی سودی نداره. در ماه مبارک رمضان روزه میگیرن. ببین برادران عزیز گرامی، ما الحمدلله در این ساعتها همه روزدار هستیم. حالتی که میخوام گپ بزنم دهانم خوش شده ایستاده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شماست، خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش ننشا گرفت. چی مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان، در دهه رحمت و در حالت روزداری و صومداری. این سبب برادران عزیز گرامی، همین 4 صفتی را که الان ذکر نمودم، التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي
همین شما را گفتگیم. میکروفون رو یکنه برادر از خدا به ترسه بشینه ای مردم بشینه التماس بشینه التماس بشینه بسم الله نمیشه او برکت بیتو خاموش خاموش ده سخناتی گپ زنن خاموشش ده سخن کنه می برادر عزیز حسبنا الله بگو یک بار حسبنا الله بگو برادر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران عزیز باز مکرر و تکرار بیان میکنم تمام ما و شما به خاطر احترام بزرگترین چهره کشور آمدیم. هدف ما و شما به ادبی نیست. مقصد از آمدن ما این است که روح استاد روح حضرت اولیاء بهترین شخصیت وارث پیغمبر از ما و شما شاد شود. این چی به ادبی است؟ خدا رحمت کنه علامه اقبال لاهوری را هزارها سال پیش صدها سال پیش گفته بود در حیرتم از مرام این مردم پس. خفه نشین، این علامه اقبال میگه، اینو من نگفتم. در حیرتم از مرام آن مردم پست، این طایفه زنده کش و مرده پرست. این حضرت ما شما را میگه تا هست به ذلت بکشندش ز جفا، تا رفت به عزت ببرندش سر دست. همین است احترامتان، همین است احترامتان که همین چهره های بزرگ اسلام، بهترین ها، مسافرها، روحانی ها، پیشواهای ما، اهل تصوف، کل اهل علم اینجا آمدن، شما خاموشی را رعایت نمیکنی. خواهش میکنم آداب والله این به ادبی ما عیب است. من در یک نوار ویدیویی تماشا کردم، من این را برای شما میگم همین نوارا را نشان نده. این شرمندگی است والله، این شرمندگی است که همین گونه جهان ما را تماشا کنه، هیچ کس گوش نمیکنه. حیف همین گونه ملت، حیف همین گونه عاشقه که گویم عاشق عالمم. در یک نوار ویدیویی در یوتیوب والله یک جنازه را خدا رحمت کنه، جنازه مخدوم خلازی را تماشا کردم. قسم به خدا شرمم آمد. بره تماشا کنه ببینه همین کاری خدا شرمتان می آید. نخواد یک عالم گذره، شما خاموشی گذاشته، احترام گذاشته، حق عزت او را گذاشته، شما برای دعوا آمده، برای صدا بلند کردن آمده، برای احترام عزت. خواهش میکنم برادر عزیز، کل خواهش میکنم خاموشی را رعایت کنه. انشاءالله اینا بزرگان آمدن، جنازه آمد، حضرت مخدوم اسماعیل پیروان آمدن سخن میکنه، همگی خاموشی را رعایت کنه. نه خزانو شیره بچه های عزیز، محترم جماعت، خاموشی را رعایت کنیم. روزی ماتم است، امروز روزی اخلاق و آداب است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة. فرزندای عزیز، آداب را رعایت کنید. رای ماشین هوی کنید بچه ها. نخیزین همین راه هوی کنید، راه هوی کنید بچه ها. راه ماشین ها ببینم. بیایید راه هوی کنید بچه ها.
ای برادر عزیز مجی قامقdan مقسمورا همه التماس کن کردیم همه رک شده که نیروان تابوت حضرت بیاید بزرگا سخن کنه جان تو لذت براخی چی گپ است راه ماشینه کشو نکنه کارمنده حفظه خرده تابوت کنه گوش کنید مجی قه مردم